سلام دوستان، خوش اومد به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم در مورد دورنا صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک بهتون نریم. پرنده دورنا از خانواده دورنایانه. طی بزرگ عمری طولانی داره. این پرنده زیبا به جفت و زیستگاه اصلی خود بسیار وفاداره. همین دلیل دورنا در واقع عنوان نمادی از خود و وفاداری در بین انسان‌ها شناخته میشه. 15 نوع دورنا در جهان وجود داره که سیبری از نوع معروف و شناخته شده آنه. بیشتر در ایران تمایل به زندگی داره. دورنای سیبری ارتفاعی حدود 150 سانتی متر داره. حال حاضر رکورد بزرگترین جثه دست از پرندگان متعلق به یک دورنا در آمریکای شمالی و داره 1.5 متر طول، ارتفاعی حدود 1.2 تا 1.5 متر میباشه. بالهای گسترده‌اش از 1.8 تا 2 متره. بیشتر شبیه به لکلکه ولی تا حدودی بزرگتر و دارای منقاری کوچکتره. پروازشون هم به شکل 8 کاملا اجتماعی. در فصل تودمس به صورت جفت تقسیم بندی می‌شود. صدای دورناها در زمان مهاجرت و پرواز جیغ ماننده، همچنین صدایی مانند کلاش شنیده میشه. دورنای سیبری داره 3 گونه جمعیته که در مناطق شرقی، مرکزی و غربی سیبری میزیستند، اما هر یک برای تغییر در شرایط آب و هوایی مهاجرت به جنوب را انتخاب کردند. گروه شرقی یا کوتیا در زیستگاه اصلی خود تحت فرآیند تخم‌گذاری و جوجه آوری است، یعنی در شرق سیبری میزیستند. دارای پاها و گردنی بلند، بدنش به رنگ خاکستری و سربیه. صورت آن با جلوی گردن سیاه و همراه با هاله‌ای از رنگ سفید به صورت نواره که برگرفته از پرهای سفیدی است که از گوشه چشمان او شروع شده تا پشت سر و گردن ادامه دارد. وجود یک لکه پوستی در پشت سر به رنگ قرمز و بدون کرک و پر تا ایجاد کرد راحتی بتونید این پرنده وفادار را بشناسید. شاهپرهایی که در بالهای اول دو آن تعبیه شده به رنگ سیاهه. بلندی این شاهپرهای سیاه رنگ تا حدی است که تحت دم خاکستر زیر آن آویزانه. این ترکیب باعث شده در حالت ایستاده دم دورنا پرپشت و سیاه شفاف به نظر برسه. رنگ انگشتان پاهای آن سیاهه با چشمان نارنجی رنگ متمایل به قرمز، بسیار چشم‌نواز. جثه پرنده نر از ماده بزرگتر. دورناهای نابالغ را میتونید با شکم و سر قهوه‌ای رنگ ببینید. برخلاف دورنای بالغ که سرگردن خود نوار سفید رنگ ندارند. آنها در حالت عادی خیلی آهسته و موزون و خرمان قدم برمی‌دارند. وقتی که احساس خطر کنند گردن خود را کاملا راست می‌کنند. با اندکی درنگ راه می‌روند. دامان پروازشان بلند و آرامه و به صورت گله‌های مهاجر پرواز در میان. شکلشون هم در زمان پرواز به شکل 7 بیشتر در امتداد یک خط هستند. انواع دورناها: دورنای اوراسیایی، دورنای شنزار، دورنای جارچی، دورنای ساروس، دورنای استرالیا، دورنای سیبری، دورنای گردن سفید، دورنای سرپوشتا، دورنای گردن سیاه و دورنای کاکل قرمز. آنها بیشتر متعلق به مناطق نیمه خشک و مرطوبند. آنها اغلب در دشت‌های وسیع و همچنین فلات‌های بلند به صورت گروهی دیده میشن. در کناره‌های زمین‌های کشاورزی حاصلخیز در برخی موارد هم حضور آنها با چند صد متر فاصله ارزی نسبت به دریاچه‌های کم عمق، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و حتی تالاب‌ها ببینید. آنها بیشتر از انواع توت، دانه‌های گیاهان، برگ گل، بذر و میوه، حبوبات، جوندگان با چوچه کوچک، پرنده‌های کوچکتر، حشرات، کرم و حلزون، ملخ و قورباغه، نوزاد سوسمار تغذیه می‌کنند. دورنا یکی از پرندگان کم‌سری است که تا زمانی که سرش بیماری یا نمرده وفادار باقی میمونه. رقص دورناها خیلی معروفه. رقص دورنا در واقع همون حرکات هیجانی زیبا و موزونی است که برای جفت خود به نمایش میذاره. آنها در فصل جفتگیری خود گرد هم جمع میشن و حرکات موزون و رقص برای پیدا کردن جفت خود اقدام میکنن. دورناها در حین رقص سرشار از هیجانند. بوته‌زارها یا مرداب‌ها را برای جفتگیری و تخم گذاشتن انتخاب میکنن. به طور کلی آنها در هر موعد یک تخم میگذارند. انواع دورناهای مستقر در ایران: دورنای خاکستری یا دورناهای میگان. طی چند سال گذشته بخش زیادی از این دورناها به ایران وارد شدند. مازندران از مکان‌های خوشایند برای این گونه از دورناهاست، ولی مقصد قطعی آنها در ایران مازندران نیست. توقفی کوتاه و گذری در این شهر اکتفا میکنند. در واقع زیستگاه سرد یا زمستانی پرنده دورنا طالب میگان در شمال عراق. علاوه بر عراق در تایوان شهر سمیروم اصفهان هم مستقر میشن. دورنای ترناس. پرنده دورنای ترناس با تعدادی محدود به انگشت شمار ایران دیده میشه. گونه که از کوچکترین و سبکترین گونه‌های دورنا در جهانه که ما در ایران میزبانشون هستیم. یک بخش از گروه دورناهای ترناس در قسمت غربی دریای خزر و جلگی‌های رود ولگا دیده میشدن. اغلب بر گذران دوره زمستانی خود در شمال آفریقا از این منطقه به صورت گذری عبور میکنن. البته کودا به طالب‌های خوشمنظر ایران همچون طالب گندمان در شهر چهارمحال بختیاری و طالب زریوار کردستان سر میزنند. دورناهای غربی سیبری تنها گونه زمستان‌ها کیلومترها مسیر را به هدف رسیدن به مازندران را طی می‌کنند. آنها قادرند در هر مرحله از پرواز یا مهاجرت خود تا هزاران کیلومتر در مسیر خود
پرواز کنند. دله شرقی دورنای سیبری یک دوره توانسته مسیر یاکوتیا یانگچی را تمام طی کردن این فاصله بین 2 تا 3 ماه یک بار در طی 27 روز بپیمایند. آنها در مسیر مهاجرتشان با ارتفاع 1.5 تا 2 کیلومتری میتونن پرواز کنند. به طور غریزی برای اینکه انرژی کمتری از دست دهند در ارتفاعات بالا پشت جبهه بادهای گرم پرواز میکنند. از این ترتیب بتونن با کمترین میزان انرژی در مسیر پرواز خود جابجا شوند. بچه‌ها مرسی که همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. خوشتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.